در مرکز تعلیمی بانک ملی تاجیکستان در شهر گلستان با جلب شریکان رشد جمعیت هلال احمر تاجیکستان از جمله بخش صلیب سرخ آلمان، جمعیت هلال احمر قرقیزستان و جمعیت هلال احمر ازبکستان اینچنین در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی بهره بررسی برنامه بین سرحدی اوید به کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی و در دایره لایحه همکاری منطقوی برای مستحکم نمودن اقتدار جمعیت هلال احمر توسط تشکیلات‌های ابتدایی سمیناری بین‌المللی برگزار گشت. باعث ذکر است که برنامه کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی در منطقه‌های نزدیک سرحدی از سال 2013 تا کنون با دستگیری صلیب سرخ آلمان عمل کرده، تطبیق آن در شهر اسفره و ناحیه جبور رسولوف راه‌اندازی گشته است. در افتتاح سمینار راجع به مقصد و هدف‌های اساسی برگزاری آن، دورنمای عملی نمایی لایحه و انتظاری‌ها از برگزاری سمینار حرف زده شد. در نظر است که نقشه احتیاطی واکنش جمعیت هلال احمر تاجیکستان، جمعیت هلال احمر قرقیزستان و جمعیت هلال احمر ازبکستان در حالت‌های اضطراری بررسی و نقشه یکجایی عمل نمودن سه جمعیت تهیه گردد. هدف اساسی این کنفرانس از آن عبارت میباشد که ما نقشه احتیاطی جمعیت‌های ملی هلال احمر را اوید به واکنش به حالت‌های اضطراری یا چطوری که میگن حالت‌های فوق‌العاده بررسی نموده نقشه یکجایی عمل نمودن سه جمعیت‌های ملی را در همجایگی و با کمک نمودن به ساختارهای دولتی واکنش به حالت‌های فوق‌العاده آمادگی میگیریم و چنین در نظر است که در آخر در نیمه دوم سال در آخرهای همین سال در جمهوری قرقیزستان مشق‌های مکمل بین سرحدی بین سه کشور و سرشوی همین چهاربینی از همین امروزه چهاربینی بین‌المللی آغاز می‌یابد. نمایندگان کشورهای همسایه با قناعتمندی از اشتراکشان در این جمع آمدی مهم ذکر نموده اظهار باوری نمودند که این سمینار در فعالیت منبعه نهادهای مربوطه سه کشور بهره کم کردن خوف آفت‌های طبیعی و همکاری‌های سودمند تأثیر نظر از خود رسانید. یلدوز رحیمووا نماینده کشور ازبکستان ملاقات امروزه نمایندگان سه کشور را ملاقات تاریخی عنوان کرد. Сегодня присутствуя вот на этой встрече, вы знаете, это действительно историческая встреча. Три страны сегодня встретились: Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Мы прекрасно понимаем, что мы делаем, чем мы занимаемся. Самое главное – это для общества Красного полумесяца поднять его статус еще больше. А самое главное – это привить у населения вот этих трех стран навыки помощи, оказания помощи друг другу в случае бедствия по чрезвычайным ситуациям. Для этого надо обучать людей, чтобы они во время чрезвычайных ситуаций правильно и реагировали, и правильно вели себя, и еще помогали своему населению. باعث ذکر است که برنامه کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی در منطقه‌های نزدیک سرحدی دوام 6 سال در دو مرحله عملی گردیده شده است. بیت الله بهادر قربانیان کاتب گنرالی جمعیت هلال احمر تاجیکستان در دایره این لایحه در ولایت سوغد یک قطار کارها به سامان رسانیده شده است، از جمله کمک به ضرر دیدگان آفت‌های طبیعی، دسترسی اهالی با آب تازه نوشاکی در مناطق مختلف از قبیل هدف‌های برنامه به شمار می‌رود. همچنین در دایره این برنامه در شهر و نواحی ولایت یک قطار انشاءات خدمت‌رسانی بنیاد و مورد استفاده قرار گرفته است. در تطبیق این برنامه هم ما با شریکای رشد خودمان از جمله با جمعیت هلال احمر قرقیزستان در فعالیت این برنامه جلب کرده شدند و ما چه خیلی گفتیم که در برنامه در شهر و ناحیه‌های نزدیک سرحدی یعنی که تطبیق شده ایستاده است، یعنی جمعیت هلال احمر تاجیکستان در همکاری با جمعیت هلال احمر جمهوری قرقیزستان و اون مردمی که عائله‌هایی که در یعنی که موضع‌های نزدیک سرحدی زندگی میکنند در یک جایگی هر دی جمعیت‌های ملی هدف و مقصدهای اساسیشون به همین مردم یعنی که پیشنهاد از روی فعالیت این برنامه پیشنهاد نمودن کمک‌های بشردوستانه خود میباشد، دستگیری‌های بشردوستانه خود میباشد. برگزاری سمینار دوام 2 روز یعنی سنه‌های 28 و 29 ایون سال جاری به نقشه گرفته شده است. سال 2019 مرحله دومی برنامه کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی در منطقه‌های نزدیک سرحدی به اتمام میرسد. در نظر است که مرحله سوم برنامه کاهش دادن خوف آفت‌های طبیعی در منطقه‌های نزدیک سرحدی در همبستگی با نهادهای دخلدار روی کار آید. باعث ذکر است که یکی از سمت‌های فعالیت جمعیت هلال احمر تاجیکستان و بخش‌های آن در ولایت‌ها و شهر و نواحی کشور این کمک به ضرر دیدگان آفت‌های طبیعی به حساب می‌رود.
طول 5 سال اخیر بیش از 25000 نفر که از آفتهای طبیعی در تاجیکستان ضرر دیدند از یاریهای مشترک جمعیت هلال احمر تاجیکستان و همکارانش برخوردار گشتند. در جریان سمینار اینچنین راجع به فعالیت بخش‌های منتخبی هلال احمر، نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، نقشه و لایحه‌های مشترک، فعالیت کمیته حالت‌های فوق‌العاده و دیگر نهادها اطلاع داده شد. اینچنین برای راه اندازی همکاری‌های سودمند نیز اظهار نظر کرده شد. رستم احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاهی دیار.